درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 17. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. همه آنها البته از شنیدن تاریخ این نامه با جنگاوران محافظش خوب خندیدند. کوروش باشد گفت: ای زیوس و تمام خدایان، ما چگونه هم یراقان خوب را قبول کرده ایم. آنها چنان سازگار و انعطاف پذیرند که به عوض مقداری کمی گوشت می توانند دوستان زیاده پیدا کنند. بعضی دیگرشان باشند چنان با انتظام هستند که برای اجرای فرمان قبل از درک آن که با آنها چگونه فرمان داده شده است جهد می کنند. من حقم و نمی دانم که ما باید به کدام سربازان دیگر نیاز داشته باشیم. همین طور کوروش جنگاوران خود را تعریف و ستایش می کرد. در خیمه تصادفاً یک تکسیرخ اگلیتت که با خصلتی مخصوصاً سرسختی و خیره سر بودنش فرق می کرد حضور داشت. خود همین اگلیتت گفت: نخواهد کوروش در حقیقت گمان می بری که آنها راست می گویند؟ اما چرا آنها باید دروغ می گفتند؟ اعتراض بیان نمود کوروش: تنها به خاطر آنکه آنها همه را مجبور می کنند که بخندند. همین است هدف از دروغ بافی آنها. اندیشت را با احتیاط تر بیان کن، گفت کوروش، و این آدمان را دروغگوی نخوان. با این نام به نظر من تنها شخصی سزاوار است که خود را نسبت به واقعیتش ثروتمندتر یا جسورتر وانمود می کند و یا وعده می دهد که کاری را که از دستش نمی آید به اجرا می رساند، اما در اصل معلوم می شود که او تنها به مقصد فایده و منفعت خود به این کار دست می زند. آنهایی را که برای به خنده آوردن آدمان تلاش می ورزند از پی یگان منفعت نمی روند، شنوندگان را تحقیر نکرده به کسی ضرر نمی رسانند، نه آدمان دروغگوی بلکه نیکو تربیت و ذکاوتمند نامیدن ممکن است. همین طور کوروش آدمانی را که برای جامعه فراغت می آوردند حق می برآورد. تکسیرخی که تاریخ خنده آور را درباره لاخ قصه کرده بود گفت: اگلیتت
اگر ما کوشش می نمودیم که تو را به گریه مجبور سازیم، مثل آن آدمانی که با اجرای سرود و بیان سخنهای علم‌انگیز آدمان را به گریه وادار می نمودند، شاید ما را خیلی سخت سرزنش می کردی. و اکنون هنگامی که خودت درک کردی که ما می خواستیم یگان زیان نرسانده کمی تو را خوشحال نماییم، ما را اینقدر دشنام می دهی؟ و من قسم به نام زیوس کار درست می کنم، جواب داد اگلاییتت. زیرا کسی که آدمان را به خندیدن وادار می سازد نسبت به کسی که آنها را گریان می کند کاری ناشایسته تر را اجرا می کند. خودی تو اندیشه نموده راضی می شوی که من راست می گویم. والدین فرزندانش را برای گریه مجبور نموده در باطن آنها خاکساری می پرورند و آموزگاران باشند به آنها علمهای مفید تعلیم می دهند. قانونها باشند آدمان را به گریه آورده آنها را به راه عدالت هدایت می نمایند. آیا تو اشخاصی را نامبر کرده می توانی که خنده دیگران را برمی انگیزند؟ آدمانی که برای نگاه داشتی سلامتی ما سهم می گذارند و یا در قلب دیگران میل را به سوی غمخواری های اقتصادی یا کارهای دولتی تحریک می دهند. به این گوشتاسپ اعتراض نموده گفت: اگلاییتت، اگر خواهی که به مصلحت من پیروی کنی، به دشمنانت دلیرانه هر چیزی را که در نظرت ارزشمند می نماید هدیه نما و مجبور کن که گریه کنند. به ما و به دوستان ما که در اینجا حاضر هستند از آن چیزی که در نظرت قدری پست‌تر دارد، یعنی خنده، سخاوتمندی نما. من می دانم که در نهادی تو از آن ذخیره بسیار وجود دارد. آخر خودی تو این ذخیره ها را صرفه نکرده امکانیت نمی دهی که نه دوستان و نه مهمانان اختیاراً بخندند. پس تو یگان بهانه آوردن نمی توانی که برایمان استفاده از یک مقدار خنده را رد نمایی؟ اگلاییتت به این جواب داد: تو گوشتاسپ می خواهی که به حالم بخندی؟ نه، قسم به نام زیوس، این یک فکری بیهوده است. از باطن تو نسبت به اخراج نمودن خنده بیرون آوردن آتش آسان تر است. از این سخنان همه طبع او را دانسته خندیدند و خودی اگلاییتت نیز تبسم کرد و کروش چهره درخشان او را دیده خطاب کرد: تکسیرخ، کارت خوب نیست که طبع مردی جدی ترین را ویران کرده او را می خندانی، خصوصا اگر نفرت او را به خنده به نظر گیریم. در همین جا آن قصه به آخر رسید. پس از آن خریسنت به کروش و همه حاضرین رو آورده گفت: برایم معلوم است که همراه ما هم جنگاورانی شجاع و هم جنگاورانی کم سزاوارتر به نبرد می برایند. اگر ما غلبه کنیم همه می خواهند که مکافاتی برابر گیرند، اما من باور دارم که چیزی بی عدالت تر از آن نیست که هنگامی بها دادن به خدمت مردان شجاع و ترسانچک حق برابر طلب کرده شود. کروش به این جواب داد: شاید دوستانم اگر خدا مهنت جنگی ما را سزاوار کامیابی داند، ما قسم به نام خدایان با تمام لشکر مصلحت می کنیم تا که آنها حکم برآورند. آیا به همه برابر پاداش دهیم و یا به رفتار هر کس علاهیده بها داده
طبق آن مکافات‌ها تعیین کرده شوند. اما چرا در این باره صحبت را آغاز کردی؟ گفت خریسند، و در حال نگفتی که خودت محض چگونه رفتار می کردی؟ مگر مسابقه ها برگزار نمی نمودی و به همین منوال مکافات ها تعیین نمی کردی؟ اما قسم به نام زیوس، این عیناً همان یک چیز نیست، گفت کروش. آن که من فرمان فرمای لشکرم، همه جنگاوران بی شبهه آن را حقوقی می دانند که از روز تولدم به من تعلق دارد و تقسیم وظیفه های فرماندهی را از جانب من همچون ویران کنی عدالت بررسی نمی نمایند. اما غنیمتی را که آنها در جنگ به دست می آرند مالکیت عمومی خودشان می شمارند. مگر لشکری جمع شده تصمیم خواهد گرفت که پاداش را در بین همه نه برابر بلکه به طرز تقسیم می کنند که به دلیرترین آنها پاداش های عالی ترین و حصه بیشترین غنیمت ها داده شوند؟ در این باره چی فکر داری؟ و گمانم جواب داد کروش، محض همین طور خواهد بود، زیرا همه ما با این طرز تقسیم موافقیم و عموماً اعتراض کردن به مقابل سرفراز گردانیدن جنگاورانی که بر دوششان رنج و زحمت وزنین تحمیل شده نسبت به دیگران برای کامیابی منفعت عموم بیشتر مساعدت نمودند شرمندگی می بود. من فکر می کنم که حتی ترسانچکترین آدمان مفید خواهند دانست که اگر مردان شجاع چنین برتری داشته باشند. کروش می خواست که پیش از همه چنین تصمیم را به خاطر حماتیم ها گیرد. وی باوری داشت که آنها بهتر مبارزه می برند، زیرا می دانند که کارنمایی های به دست آورده آنها با مکافات های شایان تحسین سرفراز خواهند گشت. لحظه قله فرارسیده به نظر او برای چنین قرار موافق تر بود، زیرا حماتیم ها نیز خوف می بردند که مبادا آنها را نیز با ازدحام مردم برابر نکنند. آنهایی که در خیمه جمع آمده بودند با این تصمیم راضیگیش را بیان نموده افزودند که آن را هر کس در کدام مقامی که نباشد باید پشتیبانی نماید. در این هنگام یکی از تاکسیرها خیلی خندیده گفت: من شخصی را از بین مردم میشناسم که با آمادگی پرره پیشنهادی را که بر ضد برابری روانه شده است دستگیری میکند. یکی از حاضرین در آن حال از سخنگو پرسید که وی کی را در نظر دارد؟ او جواب داد: در خیمه ما نفری هست که کوشش میکند در همه جنبه ها حصه بیشتر را به دست آورد. قسم به نام زیوس. در رنج و مشقت ها هم از او پرسیدند. من باید قسم بخورم که این طور نیست. در این حال من دروغ می گفتم. در مورد رنج و زحمت و امثال آنها چنانی که مشاهده کردم او کوشش می کند که حصه از همه کم را برای خود انتخاب نماید. به اندیشه من دوستانم، گفت در اینجا کروش، اگر بخواهیم که لشکری قابل جنگ و با انتظام داشته باشیم این گونه آدمان را تماما پیش کردن لازم است. اکثری سربازانمان تا جایی که من میدانم با آمادگی به جای می روند که آنها را راهنمایی می کنند. سربازان جسور
و اصیلزاده آنها را به سوی کارهای نیک و شایسته هدایت می کنند، در حالی که بدخواهان آنها را در اجرای کارهای بد وسوسه می اندازند و اکثرا بدسگالان نسبت به آدمان راست قول آدمان بیشتر را به طرفشان جلب می سازند. توسط وعده لذت که در حال تأمین کرده می شود، بدسگالان هم فکران زیاد را به سویشان جلب می نمایند، در حالی که نکوکاران راهی پرپیچ و تاب را به سوی قله ها نشان می دهند که آن در همان حالت چندان جالب نیست تا که آن را بدون اندیشه طولانی طی کردن ممکن باشد، خصوصاً وقتی که دیگران شما را به راه نشیب و جالب پایین میبرند. ضمناً آنهایی که از روی تنبلی و خنک نظریشان بدسگالند، تنها به آنهای ضرر میرسانند که مثل زنبوری مفتخور از حساب دیگران زندگی کردن میخواهند. آنهایی که از زحمت سرپیچی می نمایند و قوه فوق العاده ظاهر نموده بیشرمانه سعی می ورزند که حصه بیشتری اموال را به دست آورند، از همه بیشتر آدمان را به راه ناشایسته مایل می سازند، زیرا در مثال خودشان اثبات می کنند که پست فطرتی اکثراً فایده می آورد. ما باید لشکرمان را از این گونه آدمان قطعیاً تازه نماییم. هیچگاه تلاش نورزید که گروه‌های جنگی را تنها از حساب هموطنانتان پر کنید. مانند آن که شما هنگام انتخاب اسب‌ها کوشش می‌کنید که بهترین های آنها را پیدا کنید و نه اسب‌هایی را که از وطن شما به وای رسیدند. مانند همین برایتان آدمان کشورهای گوناگون را انتخاب و جلب نمایید تا که آنها صفهای شما را مستحکم نموده شهرت و آبرو بیارند. نمونه های زیرین شما را باور می کنانند که محض به همین راه شما به کامیابی نائل می گردید. آخر فایتون اگر به آن اسبهای سست حرکت را بندند یا اسب چست و چالاک و اسب پیر بیحال را به یک افزار بندند، تیز حرکت کردن نمی تواند. و اگر در روزگارداری غلامان ناکار وجود داشته باشند، در خانه ترتیبات درست وجود نخواهد داشت. خانه‌ای که در آن غلامان ناکار نباشند نسبت به خانه‌ای که از جانب غلامان احمق ویران می شود استوارتر و مستحکمتر باقی می ماند. دوستانم، شما خوب می دانید که اگر اشخاص بدکردار را از جامعه رانید، شما نه تنها کار خیری را کسب می نمایید که در نبودن آنها جای دارد، بلکه به آن نیز موفق می شوید که آدمانی که از آنها اخلاق ناشایسته را قبول کرده اند پس از رانده شدن این گونه آدمان از نقصانهای زشت خلاص می خورند و جنگاوران ارزنده باشند. جزای بدکاران را مشاهده نموده سعی و کوشش می کنند که باز هم سزاوارتر و شجاعتر گردند. شما گفتار 17 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.